با سلام و ادب و تقدیم احترامات. جلسه دوم، شناخت اسیدها. اگر طلایی رو خریداری کردید یا آب شده ای رو خریدید که این طلا شکن بود، یعنی اصطلاحاً میگن باش سرب خورده یا برنج قاطی شده، ممزوج شده در حین ذوب شدن، یا با جیوه ممزوج شده یا نزدیکش حتی باشه، اون طلا شکن میشه و خرد میشه. این مقدار طلا رو حالا 10 گرمه، 20 گرمه، 50 گرمه، 1 کیلو، هر چقدر هست، با 2.5 برابر نقره ذوب میکنیم و داخل آب میریزیم، حالت پفکی میشه. بعد اینو داخل ظرف استیل میذاریم و اسید نیتریک را داخل آن میریزیم و میذاریم گرم بشه. این ناخالصیاش حالت دود زرد متصاعد میشه و خارج میشه و شمش آن میمونه کف ظرف که حالت پودر میمونه، این حالت زعفرون میمونه. اون شمش رو جدا میکنیم، خشک میکنیم، از صافی رد میکنیم و طلای شمش 999 میشه و نقرهش رو، اون آب رو 5 برابر بهش آب اضافه میکنیم، توی ظرف پلاستیکی میذاریم و داخل آن تسمه‌های مسی میذاریم. اون نقره یونهای نقره آزاد میشه و دور مس میچسبه که بعدا اون رو از صافی رد میکنیم، خشک میکنیم و ذوب میکنیم. این میشه نقره پنبه بدون ناخالصی، یعنی هیچ ناخالصی توش وجود نداره. میشه اصطلاحا میگن نقره پنبه که اون آب میکنن، ذوب میکنن و داخل آب میریزن، آب هم میزنن، آب ولر که حالت گوارسه میشه. این پایان جلسه دوم. موفق و سربلند باشید. عابدینی هستم، مجتبی عابدینی. یا علی، خدا نگهدار.